سلام به همگی، من زهرم. به ویدیو یوتیوب من خوش اومدین. ما اینجاییم تا با همدیگه فیلم و سریالا رو نقد و بررسی کنیم، تحلیل کنیم، به همدیگه پیشنهاد بدیم، در آخر بگیم که اصلا ارزش دیدن و وقت گذاشتن دارن یا ندارن. اینجاییم تا فیلم‌های خوب رو به همدیگه پیشنهاد بدیم و فیلم‌های بدم با همدیگه نقد کنیم. البته فیلم‌های خوبم نقد می‌کنیم چون که حال میده. پس اگه دنبال یه رفیق فیلم باز مثل خودتی، حتما کانال منو سابسکرایب کن، ویدیوهامو لایک کن، برام کامنت بذار، نظراتتو بگو و به دوستاتم معرفی کن. خب امروز میخوایم سریال 1883 یا 1883 رو با هم دیگه بررسی کنیم که همونطور که از اسمش پیداست راجع به اتفاقات 1883 توی آمریکا هستش. فیلم انگار که پیش زمینه سریال یلو استونه که اگه دوست داشته باشین تو ویدیوهای بعدی اونم با هم دیگه تحلیل میکنیم. این فیلم سال 2022 اومده، یه فصل داره، 10 تا اپیزوده، هر قسمتش تقریبا 1 ساعته. IMDbش هم 8 و 7. این فیلم راجع به یه خانواده‌ایه که از تگزاس میخوان مهاجرت کنن به اورگن. یه خانواده 5 نفره و نشون میده که برای رفتن به اونجا چه خطراتی هست، چه محدودیت‌هایی هست که باعث میشه که این خانواده با یه گروهی که مهاجرا رو میبرن آشنا بشه و با همدیگه تیم بشن و با همدیگه یه کاروان بزرگی رو تشکیل بدن و برن به این سفر. تو طول سفر هم خب اولا که فیلم خیلی جالبه که اصلا به هدف و به مقصد خیلی نمیپردازه و بیشتر داره طول مسیر رو نشون میده و اینکه چه خطراتی توی این مسیر هست، چه اتفاقاتی امکان داره بیفته که حالا جلوتر ریز به ریز با هم دیگه تحلیلش میکنیم. میخوام خیلی خلاصه بگم فیلم 1883 فیلمیه که داره یک سفری رو از تمدن به وحشیگری نشون میده، یه سفری که از امید به واقعیته، یه سفری که از امنیت به مرگه. در واقع این فیلم خیلی فوکوس روی اینه که برای آغاز یا شروع دوباره چه بهایی باید پرداخته بشه. خب بریم با هم دیگه این فیلم رو تحلیل کنیم. اول از اینکه گفتیم این فیلم راجع به یک سفریه که کاروانی با هم دیگه دارن، ولی خب این چیزی که به نمایش گذاشته میشه. ولی در واقع اصل فیلم اینه که هر شخصیتی، حالا شخصیت اول که خیلی بهش میپردازن، چه شخصیت‌های بعدی، این طول سفر براش یه سفر جغرافیایی نیستش، یه سفریه به درون خودشو بیشتر بشناسه، مهارتاشو بیشتر بشناسه، بتونه به خودش تکیه کنه و اینکه خیلی انگار که یه سفر روحانی و روانیه که هر شخصی در درون خودش داره، علاوه بر اینکه از نظر جغرافیایی داره. و خب بهایی که توی این سفر میپردازن امکان داره خانوادهشون باشه، امکان داره پولشون باشه، امکان داره زندگی خودشون باشه و این خیلی جالبه تو طول فیلم. السا دالتون که در واقع دختر این خانواده است و شخصیت اول این فیلمه و راوی این سریال کلا داره روایت میکنه که تو فیلم‌های بعدی گلوستون هم همچنین صداش هست به عنوان راوی. در واقع کسیه که تو طول این سفر که هم جغرافیاییه هم بیشتر برای این شخص نشون میده که چقدر درونی و روانیه، در واقع بلوغش رو نشون میده، اینکه از یک دختر به زن تبدیل میشه، یک زن به زن آزاد تبدیل میشه و چقدر این آزادی درد داره، چقدر این آزادی بها داره و در واقع چقدر خیالاتش، رویاهاش به واقعیت تبدیل میشه. در واقع السا یه شخصیت کنجکاو و جوون داره توی فیلم که داره روح آمریکا رو انگار نشون میده که داره کم کم ساخته میشه و کشف میشه. صدای روایتگری که السا داره تو طول این سریال ها حافظه تاریخیه که خانواده دالتون دارن، یا کلا حافظه تاریخیه که انگار هر کدوم از ما برای زندگیمون داریم. تجربه هایی که السا تو طول فیلم داره مثل اینکه قربانی میشه، خیلی جاها عاشق میشه، خیلی جاها درد میکشه و حتی مرگش نمایانگر اینه که برای اینکه توی یه زمین جدید ریشه بزنی باید قربانی بشی. به نظرم پیام پنهانی که این سریال داره اینه که مرگ خیلی واقعی تر و نزدیک تر از امیده به آدم ها توی زندگی که تو طول فیلم واقعا خیلی مشخص داره میکنه. بعضی جاها یعنی خیلی مشخص داره مرگو نشون میده، بعضی جاها هم که مثلا چشمای خانوما انگار که دیگه میمیره، اون
امیدو نداره، اون ذوقو نداره. یا خیلی از مردا که انگار دیگه روحشون تو طول این سفر زخمی میشه، دیگه انگیزه‌ای ندارن. یا حتی مثلا تو نگاه خود السا تو طول فیلم که هی به آسمون و طبیعت نگاه میکنه، خیلی مرگو داره نشون میده و در واقع داره نشون میده که توی اون سال، توی سال 1883 بیشتر امید انگار طعم ناامنی و قربانی شدن داره و در واقع انگار مرگو به همراه داره. توی این فیلم داره یه دنیای بیقانون اما با اخلاق رو نشون میده. جایی هستن که خب خودشون قانون تعیین میکنن، چون از شهر دور شدن، دارن میرن یه جای دیگه، قانونی ندارن، خودشون قانون تعیین میکنن ولی خب اخلاق ندارن. خیلی جاها، خیلی شخصیت ها مثلا مثل بابای السا، جیمز داتن، در واقع پدری هستش که از خشونت نمیترسه، از جنگ نمیترسه، ولی خب سری اصول اخلاقی داره و دوست نداره هیچ کسی به خانواده‌اش بی احترامی کنه یا کسی بهش زور بگه. در واقع شیا مأمور خیلی سختگیریه که قلب خیلی مهربونی داره، قانون نداره، یه آدم بی قانونه ولی اخلاقمنده، یعنی به شدت هر کاری که میکنه رو اصول و اخلاقیات خودشه. در واقع انگار که این فیلم داره میگه که اینجا قانون جنگله ولی کدهای انسانی و اخلاقی توش داره دیده میشه. یه قشنگی که این سریال داره اینه که زنها ستونهای اصلی این داستانن، نه مردا. برخلاف وسترن‌های کلاسیک که بیشتر قدرت دست مردا بود، توی سریال 1883 بیشتر زنها بیانگر قدرتن تو سریال. مثلا السا کسیه که جوون، کنجکاو، قدرتمنده، یه ترکیبی از رویا و واقعیت، کسیه که بین عشق و مرگ در واقع یه انتخاب شاعرانه انجام میده. یا مادر السا، مارگارت داتن، شخصیه که در واقع خیلی واقع گرایانه است، خیلی دیالوگ‌های قشنگی میگه، درسته که دیالوگ‌هاش دردناکه ولی واقعا عمیقه و انگار که بیشتر از شوهرش درد رو میفهمه. و زنهای مهاجر دیگه‌ای که تو طول فیلم هستن همشون چهره‌های خیلی دردناک و غمگینی دارن و در واقع بهاییه که انگار زنها میپردازن تا به تمدن برسن. حالا اگه بریم سراغ تحلیل شخصیت‌ها، با شخصیت اصلی شروع میکنم. السا صدای انگار که این شخص تو طول فیلم صدای امیده، نشونگر مرگ، نشونگر بلوغ، انگار که نماد روح مهاجر توی آمریکاست. شخصی که از عشق رمانتیک به یک مرگ فلسفی میرسه و کسیه که از زن بودن نمیترسه، از اینکه بقیه بهش بگن چی کار بکن چی کار نکن میترسه، از اینکه یه زندگی دروغی داشته باشه میترسه. شخصیت بعدی جیمز داتن، پدر خانواده، یه مرد قانون شکنه، یه مردیه که قانون شخصی خودشو داره، بیشتر داره نماد مرد سالاری و پدر سالاری رو تو خانواده ها نشون میده، ولی فردیه که به شدت محتاطه، به شدت آزادی میده به بچه هاش، با این که خشونت محوره و یک پدر محافظ. در واقع شخصی که انگار از سیستم ناامید شده، از ایمان داشتن به سیستم ناامید شده و الان قانون خودش میخواد با دست خودش اجرا کنه. و از همه مهمتر شخصی که از خانوادهش به هر قیمتی که شده دفاع میکنه. مارگارت داتن، مادر خانواده، یک زن به شدت واقع‌گرا، نماد مادریه که از جنگیدن دیگه خسته شده، تنها شخصیتیه که مرگ و درد و اول از همه میفهمه و باهاش کنار میاد و حرفاش تلخه ولی ریشه داره که نشون میده که چقدر به عنوان مادر تجربه زیستش عمیق و زیاده. شیا برنان، شخصیتی که در واقع انسانیت رو انگار از بین میبره توی غرب وحشی و شخصیتی که هیچ کسی رو نداره تو زندگیش که دوستش داشته باشه یا امیدی داشته باشه، ولی شخصیتی که هنوز نمیتونه بمیره. فلسفه و دیدگاهش هم توی فیلم خیلی تلخه که یه دیالوگ خیلی محشر و معروفی که داره، اونم اینه که هیچ کس، هیچ کدوممون به بهشت نمیریم، فقط از جهنم رد میشیم. توماس، همسفر شیا،
اون دوستش یا که سیاه پوسته در واقع انگار که صدا و نماد عدالت خواهی و نجات پرستیه. یه مرد سیاه پوسته تو دنیای سفید پوستا، ولی قلبی به شدت بزرگ و متعادل داره و بیشتر تو فیلم انگار نماد احترام متقابله. خب اگه بخوام از تحلیل شخصیت ها بیام بیرون و راجع به فیلمبرداری یکم صحبت کنم، فیلمش به شدت فیلمبرداری قوی داره. چیزی که برای من خیلی بولده اینه که از طبیعت یه جوری تعریف میشه و یه جوری فیلمبرداری میشه انگار که اون هم یک شخصیت مجزاست توی فیلم. این مورد برای من خیلی قشنگ بود. این نور طبیعی، این طبیعت دست نخورده، این حالت بی‌پناهی که طبیعت بهت میده، همه خیلی خوب بهت القا میشه تو طول فیلم. این داستانی که فیلم یه راوی داره و داره روایت میکنه داستان زندگیشو، برای من خیلی جذابه. من از اینجور فیلم خوشم میاد و در نظرم قسمت بولد فیلم برداری این فیلم سکانس‌های مرگه. یعنی همونقدر سریع، همونقدر دردناک، همونقدر بدون مقدمه و همونقدر غیر قابل پیش بینی. سریع اتفاق میفته، به مرگ ختم میشه و تموم میشه. خیلی واقعیه، یعنی درست مثل زندگی واقعیه. فیلم 1883 به نظر من فیلمی نیستش که فقط راجع به غرب وحشی باشه. فیلمیه که داره نشون میده خیلی از کسا مهاجرت کردن، نه برای اینکه برسن به جای خوب، مهاجرت کردن به علت اینکه مجبور بودن، مهاجرت کردن به علت اینکه فقط نمیرن و زندگی کنن. فیلم یه نکته خیلی قشنگی که داره به ما نشون میده اینه که مهاجرت در واقع مرگ هویت قبلیته. تو طول فیلم خیلی نشون میده که خب شخصیت ها عوض میشن، دانش هاشون حتی عوض میشه، کارهایی که میتونن بکنن عوض میشه، لهجهشون عوض میشه، گویششون عوض میشه، خوراکشون عوض میشه، لباسشون عوض میشه و حتی اسم و دینشون هم عوض میشه. به نظر من خیلی داره اینو خوب نشون میده که در واقع مهاجرت مرگ یک هویته. چیز بعدی که داره به نمایش میذاره فیلم اینه که آمریکا از اول با خشونت و قدرت و بر اساس نژاد ساخته شده. تو فیلم اکثرا سفید پوستن، به سیاه پوستا محل نمیدن، اکثرا انگلیسی زبانن، به اونایی که زبان دیگه‌ای صحبت میکنن محل نمیدن، اجازه انتخاب بهشون نمیدن. در واقع سرخپوستا همینطور باید خارج از شهر باشن، تو قبیله خودشون فقط باشن. سفید پوستان که تصمیم میگیرن، سیاه پوستان که میجنگن. خیلی تو فیلم اینو خوب نشون میده. مثلا سرخپوستا زمانی صداشون شنیده میشه که دارن میمیرن، یا سیاه پوستا زمانی دیالوگ میتونن انگار برقرار کنن که دارن میمیرن یا آخر زندگیشونه. یه قسمت بولد دیگه که این فیلم داره به نمایش میذاره و میخواد بگه اینه که در واقع زنها راویان تاریخ هستن، نه فاتحان. مردها توی این داستان همیشه با خشونت حل میکنن داستانهایی که برشون پیش میاد ولی زنها با سکوتشون، با نگاهشون و با در واقع چیزی که احساس میکنن تاریخو روایت میکنن. مثلا مثل السا که داره داستان رو روایت میکنه، واقعا مشخصا تو فیلم، مثل مادره که داره میسوزه و میسازه و انگار که دارن دووم آوردن زنها رو نشون میدن حتی وقتی که مردهاشون میمیره. در واقع به نظرم پیامی که توی این قسمت از سکانسا داره اینه که اگه تاریخ و زنها می نوشتن قطعا شکل دیگه ای داشت، با درد بیشتر، با درک بیشتر و البته با واقعیت بیشتر. تو فیلم داره نشون میده که های آزادی با مرگ تاخت زده میشه. تو فیلم خیلی داره نشون میده که السا شخصیت اول فکر میکنه که آزادی یعنی زندگی کردن بدون قید و شرط و دنبال این نوع زندگیه، ولی تو فیلم نشون میده که با مرگش بهای اینو میپردازه. انگار که دنیا اصلا نمیتونه روحای آزادو بپذیره، انگار که برای اینکه به آزادی برسی باید همه چیزو از دست بدی، حتی جونتو.
و یه قسمتی که برای خود من خیلی جالبه اینه که داره تو فیلم نشون میده که طبیعت اصلا بی‌تفاوته، یعنی بی‌رحم نیست، بی‌تفاوته، کار خودشو داره میکنه. اگه تو باهاش اخت نشی تو رو هضم میکنه و این خیلی تو فیلم قشنگ نشون داده میشه، مثل تو طوفان، مثل تو رد شدن تو رودخونه و داره نشون میده که تو باید با طبیعت سینک شی. طبیعت تو رو کاری نمیکنه، نه بالات میبره نه نسبت بهت بیرحمه، طبیعت بی‌تفاوته و داره راه خودش رو میره. تو باید بیای تو طبیعت و باهاش سینک بشی که اگه ریشه نداشته باشی طبیعت هم تو رو نمیپذیره و محوت میکنه. خب دوستان، این بود از تحلیل فیلم، تحلیل شخصیت‌ها و به نظر خودم کلیدهای پنهانی که فیلم سعی داشت بهمون برسونه. تحلیل من تموم شد. اگه شما هم تحلیل یا نقدی دارین حتما توی کامنت ها برام بنویسین. اگه فیلم یلوستون رو ندیدین ببینین، ویدیوهای بعدیم راجع به اونه، با هم دیگه نقدش کنیم، تحلیلش کنیم. در کل همونطور که میدونین من در آخر فیلم ها رو به 4 تا دسته‌بندی حتما ببینید، وقت داشتید ببینید و نبینید دسته‌بندی میکنم. در نظر من این فیلم میره تو کاتگوری اگه وقت داشتید ببینید ها، با اینکه فیلم آموزنده‌ایه، با اینکه فیلم کوتاهیه، با اینکه فیلم قوی IMDb's بالاست، در نظر من خیلی کند روند فیلم، یعنی دوست دارم خیلی جاها رو زد در دو ببینم. این یه باگ اصلیشه. و اینکه فیلم برای من چجوری بگم، انگار که داره مردم ایران رو روایت میکنه، انگار که مردم ایران دقیقا همون مردم کاروانن، به امید آزادی دارن هی زندگی میکنن، جلو میرن و هی بدبخت‌تر میشن و نابود میشن و به هدفشون نمیرسن. در نظر من یه خورده این سنگین بود برای من، خیلی انگار یه چیزیه که دارم زندگیش میکنم. فیلم هیجان انگیزی نبود که بخوام حتما به کسی معرفیش کنم، ولی دیالوگ های به شدت عمیق و زیبایی تو فیلم رد و بدل میشه که متاسفانه به خاطر کپی رایت نمیتونم بذارم همشو، چند تاشو میذارم اگه بتونم پیدا کنم. فیلم به نظرم فیلم برداریش قویه، دیالوگاش قویه، بازیگراش قویه، اما به خاطر موضوع یه خورده کشدار و دردناکی که داره من پیشنهاد میکنم اگه وقت داشتین ببینین. ولی باز اگه نظرتون با هم مخالفه حتما بهم بگین، تو کامنت برام بنویسین تا با هم دیگه راجبش صحبت کنین. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. حتما کانال من رو سابسکرایب کنین، لایک کنین، زنگوله رو بزنین، به دوستاتون معرفی کنین. تا هفته بعد و ویدیو بعد، دوستتون دارم. فید اوت.